دومین موزه بزرگ دنیا یک جواهر روبروتونه. جواهری که سندیه بر اصالت هنر سرانگشتان مردمان کجا؟ ایران زمین. فرشی که 2500 سال قدمت داره، قدیمی ترین دست بافت دنیاست. اسمش چیه؟ پازریک. چرا اسمش پازریکه؟ به خاطر اینکه توی یک دره‌ای به اسم پازریک توی منطقه سیبری پیدا شده. به خاطر همینه که بعد از 2500 سال اینجوری سالم باقی توی سیبری پیدا شده. چجوری ما ایرانیا گردن بلند میکنیم میگیم که فلشتون رو خاموش کنیم؟ گردن بلند میکنیم میگیم که این فرش ایرانیه؟ به خاطر المان هایی که توش هست. وسط رو نگاه کنید، نقش 8 پر رو میبینید، نماد خیر و برکت. توی درفش کاویان این رو داشتیم، روی مفرق‌های لرستان این نقش رو داشتیم. اینجا توی این حاشیه هم دارین این نقش رو میبینید. تخت جمشید قطعا تشریف بردین. اگه رفتین دقت نکردین این سری پله های آپادانا رو نگاه کنید، عیناً این طرح رو میبینید. سربازهای هخامنشی سواره و پیاده با دم اسب تزیین شده. این حاشیه رو نگاه کنید، گوزن خال زرد ایرانی موجود اندمیک ایرانه. اندمیک یعنی چی؟ یعنی بومزاد ایرانه، یعنی فقط توی فلات ایران زندگی میکرده و وجود داشته. تمام این المان ها داره فریاد میزنه که من از کجا اومدم؟ ایران. 1,250,000 گره داره. یعنی نمیخوام بگم فقط افتخار کنید به اصالتتون، به هنرتون، به ایرانی بودنتون، چون واقعا افتخار خشک و خالی فایده نداره. مردم تاریختون رو بخونید، مردم هنرتون رو بشناسید و این رو سینه به سینه انتقال بدین به بقیه. این که فقط بگیم ما 2500 سال تاریخ داشتیم، اصالت داشتیم، قدمت داشتیم، فایده نداره. دوست داشتم بگم که دست بزنید در خودتون ولی نزنید. عکس میخواین بگیرین، فقط فلش